تصور کنید که یه بیمار 29 ساله با تپش قلب شدید وارد اورژانس میشه. پالپیتیشن یا تپش داره، دیزینس داره، گیجه، سرگیجه داره، اضطراب داره توی قلبش، قفسه سینه‌اش فکر میکنه که فشار وجود داره. همچنین ضربان قلبش به 210 تا رسیده و وقتی وصلش میکنیم به مانیتور میبینیم که PSVT داره اتفاق میافته، یعنی یک ریتم سینوسی با سرعت بسیار بالا با QRS های باریک و تاکیکاردی با ضربان قلب 210 در دقیقه. این فرد نیاز داره که یک اقدام پرستاری سریع براش انجام بشه. اولین کاری که انجام میدیم چیه؟ توی این ویدیو قراره که در مورد این بیمار صحبت کنیم، پس تا آخر این ویدیو رو حتما ببینید. درود بر شما، من ایمانم و اینجا بده اسکنرس. امیدوارم حالتون خوب باشه و این ویدیو هم براتون مفید باشه. اگر که کانال ما رو ندیدید تا الان، بدونید که در مورد مسائل پرستاری، علم روز پرستاری به روزترین مطالب رو بیان میکنیم و به زبان فارسی این منابع به صورت رایگان کمتر در اختیارتون است. کانال بده اسکنرس، اگر که تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایبش کنید و من هم اسمم ایمانه و اینجا در خدمتتون هستم. امروز میخوایم در مورد داروی آدنوزین و در اورژانس استفاده اون رو در موارد اورژانسی بررسی کنیم. در کیسی که معرفی کردیم یک فرد 29 ساله رو گفتیم که پالپیتیشن داره، دیزینس داره، چست تایتنس داره، همچنین اضطراب تجربه کرده و ضربان قلبش به 210 تا در دقیقه رسیده. اولین کاری که انجام میدیم مانور واگ انجام میدیم. واگال مانور باعث میشه که ضربان قلب کاهش پیدا کنه با تحریک عصب واگ. اما در این بیمار این کار ما، این مانور ما جواب نمیده. اینجاست که اولین بار اسم آدنوزین به وسط میاد. این داروی آدنوزین چی هست؟ آدنوزین یک آنتی آریتمی کلاس 5 هست و برای قطع کردن ریتم های سریع که بر اثر رینترای به وجود میان مثل PSVT یک انتخاب بسیار هوشمندانه هستن. اثر بسیار بسیار سریعی دارن و نیمه عمرشون در حد چند ثانیه است، زیر 10 ثانیه است. برای همین تجویز اون باید خیلی سریع باشه و معمولا اثر بسیار سریع هم داره. ویالای 6 میلی گرمیش بیشتر توی ایران هست و همچنین ویالای 12 میلی گرمی هم داره که در 4 سی سی حل شدن. 6 میلی گرم یادوی 2 سی سی هستن. این دارو رو هیچ وقت نباید دایلوت کنیم، اما اگر خواستیم این دارو رو به بیمارمون بدیم اول باید بدونیم مکانیسم اثرش چطوریه. بیمار ما خوابیده، آدنوزین یک اثر منحصر به فرد داره. چی کار میکنه؟ گیرنده های ایوان در گره ایوی رو مورد اثر خودش قرار میده و یک بلوک موقت در اونها به وجود میاره. این بلاک چند ثانیه بیشتر نیست ولی باعث میشه اون مسیر رینترای قطع بشه و ریتم قلب به حالت نرمال و NSR نورمال سینوس ریتم برگرده با ریت به قولی منظم. برای همین اسم دیگه‌ای که براش گفتن ریسیت بادم آف ده هارت، دکمه ریسیت قلبه. آدنوزین سریع ترین نیمه عمر رو در بین داروهای ترالی داره. یک چیزی کمتر از 10 ثانیه نیمه عمر این داروه. این یعنی که این دارو رو باید خیلی سریع و از یک ورید بزرگ تزریق کنیم و بلا فاصله پشت اون رو با نورمال سالین پوش کنیم. حالا نورمال سالین یا مقطر، چویس اولمون نورمال سالینه، پس باید به صورت آیوی پوش، رپید آیوی پوش داده بشه و پشت اون هم نورمال سالین حتما داده بشه. اون اندام رو هم میتونیم بالا بگیریم. اگر از رگ‌های مرکزی میخوایم بدیمش خیلی عالیه، بهترین چویسمون هست اگر عروق مرکزی برقراره. اگر نیست سعی میکنیم یک رگ مطمئن محیطی برقرار کنیم و نزدیکترین رگی که به قلب میتونیم برقرار کنیم و این دارو رو تجویز کنیم و سریعا پشتش
نورمال سالین پوش کنیم، 20 تا 50 سی سی نورمال سالین رو بدیم و باید بدونیم این دارو باید خیلی سریع به قلب برسه تا به قول اون اثر خودش رو روی گره بذاره. متابولیسمش هم داخل خون و سلولاه و وابسته به کبد و کلیه نیست آدنوزین. خب اینکه چطور استفادهش بکنیم، گفتیم IV rapid over 1 to 2 seconds، در 1 تا 2 ثانیه باید بدیم و حتما بعدش هم 20 سی سی نورمال سالین فلاش کنیم، سریع بدیم، از رگ‌های بزرگ استفاده کنیم و اگر عروق مرکزی داریم از عروق مرکزی استفاده کنیم. اما اتفاقی که در مصرف آدنوزین میفته وقتی که یک بیمار یک ریتم PSVT رو داره تجربه میکنه، مثل چیزی که در شکل داریم میبینیم، زمانی که آدنوزین رو استفاده کنیم یک آسیستول موقت رو میبینیم، یک بریف آسیستول رو میبینیم که قبل از تبدیل و تغییر ریتممون مشاهده میشه. اینجا میبینید یه آسیستول میبینیم که ممکنه در برخی مواقع ما رو بترسونه، اما بلافاصله بعدش ریتم دوباره برمیگرده و این نشون دهنده اثر مناسب آدنوزین هست. نباید اینجا بترسیم. اینجا یه نکته ای رو هم باید بدونیم که این دارو در آریتمی های مثل ویتک، مثل AF و همچنین A فلاتر اصلا استفادهشون منطقی نیست و ترجیحاً در این موارد اصلا نباید از آدنوزین استفاده بشه. اما برای تشخیص PSVT از ویتک ممکنه کمک کننده باشه. بعضی موقع که شک میکنیم ویتک داریم یا PSVT هست، ممکنه آدنوزین رو تجویز کنن تا تشخیص بدن SVT هست یا ویتک. اگر درمان شد میگیم PSVT بوده، اگر درمان نشد PSVT نبوده و موردمون یک مورد ویتک هست. در مورد دوزی که استفاده میشه، در اولین دوزمون 0.1 میلی گرم پر کیجی تا ماکسیموم 6 میلی گرم هست که معمولا همون برای بزرگسالان 6 میلی گرم رو شروع میکنن، سریعا به صورت شوت به بیمار میدن. اگر که جواب نداد 2 دقیقه بعد میتونن 0.2 میلی گرم پر کیجی ماکسیموم تا 12 میلی گرم رو به بیمار بدن و 2 دقیقه بعد با 0.3 میلی گرم پر کیجی ماکسیموم دوباره تا 12 میلی گرم به بیمار داده میشه. و اگر که جواب نداد یا اینکه با ماکسیموم دوز دوباره یک نهایت 12 میلی گرم رو میتونیم به بیمار یک بار دیگه بدیم که معمولا این کار انجام نمیشه و این قدم دیگه جاییه که یک درمان جایگزین باید براش انجام بشه که درمان جایگزین همون معمولا شوک کاردیوورژن هست. اما موارد منع مصرف یا کانتراندیکاسیون هایی که داره، زمانی که بلوک درجه 2 و درجه 3 ایوی رو داشته باشیم، در بیمارانی که آسم دارن استفاده نمیشه، در حساسیت به این دارو استفاده نمیشه. اگر بیماری دچار سندروم سینوس بیمار هست، سیک سینوس سیندروم، این دارو منع مصرف داره. همچنین در گفتیم آتریال فلاتر و آتریال فیبریلیشن هم استفاده نمیشه و در ویتک و وی اف هم استفاده نمیشه. جای دیگه که استفاده نمیشه در ولف پارکینسون وایت سیندروم هست که در موردش توی ویدیوهای نوارقلب توضیح دادیم، حتما میتونید برید ببینید اون ویدیوها رو. و این دارو هم در مورد موارد منع مصرفش هم گفتیم. 2 تا مورد هم هست که همزمان با این دارو نباید استفاده بشن، یکی دیپریدامول هست و یکی هم کاربامازپین که در این 2 مورد هم نباید از اون استفاده بشن. در مورد این ریتم هایی که این 2 ریتمی هم که گفتیم نباید استفاده کنیم آدنوزین رو و همچنین در سندروم ولف پارکینسون وایت، دلیلش اینه که میتونه بیمار رو به سمت VF ببره که اونجا کار بسیار خطرناک میشه و ترجیحاً نباید این اتفاق
بیفته. در بیماری که آدنوزین بهش میدیم، پرستار بسیار مهمه حضورش در بالای سر بیمار و یک نقش بسیار حیاتی رو داره، چه قبل تزریق، چه حین تزریق، چه بعد تزریق، و باید به قولی ایمنی بیمار رو حواسش باشه که از لحاظ مانیتورینگ قلبی و تنفسی خیلی حواسش به این فرد باشه و همچنین اثر دارو رو هم بررسی کنه تا ببینه چه اتفاقاتی قراره رخ میده. یک سری عوارض جانبی مهم هست، مثل اینکه بیمار فکر میکنه قلبش وایساده و احساس مرگ قریب الوقوع رو میده و اینجاست که باید حواسمون به بیمار باشه. اگر آسیستول شد بدونیم چی کار باید بکنیم که احتمالش خیلی کمه، ولی اگر که بیمار همچین احساسی رو داره باید حواسمون باشه استرسش رو کاهش بدیم. ممکنه فرد اعلام کنه که من دچار گور گرفتگی شدم، درد قفسه سینه دارم، دچار برونکواسپاسم بشه، کاهش موقت فشار رو تجربه کنه و همچنین بلوک ایوی رو ببینیم که اینها همش کوتاه و گذرا. این دارو همچنان یک داروی ایمن محسوب میشه از این موارد. در این موارد باید خیلی حواسمون باشه که بیمارمون استرس زیادی نکشه. اما اگر آدنوزین جواب نداد، گفتیم اول ما اومدیم مانور واگ رو دادیم، انجام هیچ اثری نداشت، اومدیم PSVT رو دادیم، PSVT رو دیدیم و آدنوزین بهش دادیم، آدنوزین هیچ اثری باز هم نداشت و اینجا میتونیم از کلسیوم بلاکرها، بتا بلاکرها استفاده کنیم و چویس بعدیمون شوک سینکرونایزد یا کاردیوورژن هست که اینجا یک درمان بسیار خوب برامون محسوب میشه. همونطور که میدونید شوک‌های سینکرونایز فرقش با دفیبریلیشن اینه که شوک‌های سینکرونایز دقیقاً میاد یک QRS رو پیدا میکنه و روی اون خودش رو تخلیه میکنه. مثلا اگر این یک ریتم قلبی در نظر بگیریم، دقیقاً شوک سینکرونایز وقتی میدیم به بیمار میاد روی همین QRS خودش رو تخلیه میکنه و اولین QRS بعد از فشردن دکمه شوک پیدا میشه و اونجا خودش رو تخلیه میکنه و روی تی خالی نمیکنه خودش رو که بتونه فرد رو دچار VF یا ویتک کنه. در این مورد بیمارمون بعد از گرفتن آدنوزین خدا رو شکر برمیگرده به ریتم منظم سینوسی و با ریت منظم فشارش اوکی میشه و حتی میتونه خیلی سریع ترخیص بشه. اما قبل از این ترجیحاً باید از اون نوار قلب گرفته بشه، یعنی یک EKG 12 لیده باید ازش گرفته بشه و همچنین اگر که نیاز هست طبق شرایط بالینی تروپونین و CKMB از این بیمار چک بشه تا مطمئن بشیم از شرایط قلبی بیمار. اگر که تغییراتی داشت نوار قلبش، اون موقع دیگه مشاوره قلب براش ضروری میشه. حالا اگه بخوایم یه مروری روی اون کنیم، گفتیم که یک نقش حیاتی روی برگردوندن ریتمای PSVT و ریتمایی که روی اینترای دارن هست، روی AV اثر میذاره، بلاک میکنه AV رو برای لحظه‌ای. دوزش گفتیم 6 میلی گرمه که میتونه با 12 میلی گرم ادامه پیدا کنه اگر ضروری شد و نیمه عمرش کمتر از 10 ثانیه است، پس باید خیلی سریع داده بشه و پشتش سالین شوت بشه. یک تکنیکی است برای تجویز این دارو که بهش میگن تکنیک 2 سرنگه که این آدنوزین رو میکشن روی یک سرنگ، یه سراحی وصل میکنن به انتهای حالا اون لاینی که میخوایم ازش آدنوزین رو بدیم و 20 سی سی یک سرنگ 20، حالا اینجا 10 سی سی گذاشته، میتونیم 2 تا 10 سی سی باشه، یه سرنگ 20 باشه، وصل میکنن به یکی از راههای دیگه اون تیریوی و اول آدنوزین رو تزریق میکنن. حالا توی این تصویر فکر کنم برعکسشه، در اول سالین رو تزریق کرده، ولی اول آدنوزین تزریق میشه در مرحله اول و سراحی رو سریعا برمیگردونیم به سمت همین راهی که هست. اول باید این سمتش دقیقا این ور باشه، برعکس باشه و فقط این دو راه باز باشه، تزریق میشه، سریعا میچرخه به این حالتی که الان هست و سالین پشت شوت میشه تا
بهترین اثردهی رو داشته باشه و این هم یک تکنیک بسیار موثر برای تجویز آدنوزین هست. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید بسیار متشکرم. راههای ارتباطی بنده نوشته شده و همچنین کانال بدرس نرس رو میتونید سابسکرایب کنید، اون علامت زنگوله رو بزنید. اگر که میتونید در کانال تلگرام ما هم عضو بشید که آدرسش توی به قول توضیحات همین ویدیو هم هست و میتونید اونجا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون باشه.